غمگین ترین و شادترین روزهای سال چه روزهایی هم؟ من حقیقتا ایمان دارم، اعتقاد دارم قلباً برای من شادترین و غمگین ترین روز سال 13 بدر. از این نظر شادترین روز برای منه که مردم رو میبینم بی در، بی پنجره، بی دیوار، کنار همه، با هم میگن، با هم میخندن، با هم صفا میکنن، با هم ارتباط دارن، عاشق همن. و غروب 13 بدر، غروبش که میبینم بد و بیراهایی میشنوم از بعضی از راننده ها، این شونه های جاده رو اشغال کردن، خاک بلند شده، هر کسی منتظره که زود برگرده خونش. اینقدر دلم میگیره، شاید باور نکنید من گاهی تا 1-2 ساعت گریه کردم که این همه صفا و صمیمیت صبح چه شده؟ کجا؟